سلام بچه ها، خوش اومدی به ویدیو دیگه از چنل من. بچه امروز اومدیم اسمش رو تغییرات سیزن جدید رو بهتون بگم. مثل که امروز سیزن جدید اومده بود و 117 دیگه رفت، باش خدافزی میمونیم و به جاش گنجه ازمتیک جدید اومده ولی 117 هست. با اون نمیدونم حالا اسمش چیه، با اون چیزا میتونی بگیری که حالا من گرفتم 117 رو دارم. بعد به جز اون دیگه اصلا 117 رو زمین پیدا نمیشه. مثلا من امروز داشتم پلی میدادم دیگه اصلا پیدا نمیشه. و بچه این سیزن تا جایی که میتونید برید، مثلا میخواید گانیو گلدش کنید یا دایمندش کنید برید بگیرید، چون مثلا خیلی مولتی راحت تر شده. مثل که همشون در کل باد شده، نمیدونم چجوری بگم، ضعیف شدن پلیرن ولی ضعیفن اونقدر بگی یا خدا این چیه نیست. خیلی راحت مثلا توی یه روز میتونی بگی، توی یه روز کامل 2 تا رو 2 تا. مثلا من خودم توی یه روز نیزه رو گرفتم دایمندشو. و بچه حالا بریم خلاصه بندیم. مثل که خیلی از گانهایی برگشته، مثل اودن، مثل M13 MK47 و غیره، حالا شاتگان‌های دیگر. خب و یه چیزی بگم خیالتون راحت باشه، جای 12 بر نگشته، ولی یه چیزایی مثل جای 12 برگشته که خیلی مریض‌تره. و خلاصه بگم سطح پلی هنوز پایینه، بعد کیفیت خیلی رفته بالا. اگه میخواید آپدیت کنید راحت 5 گیگ باید نت داشته باشید، با حالا همون 4 گیگ هم حافظه خالی نهایت، چون گوشیتون خیلی داغ میکنه یا مثلا لگ میخوره. پینگ رو 10 باشه دیوایس داغ خیلی زود داغ میکنه. مثلا من 2 ساعت بازی میکردم دیوایسم تازه داغ میکرد، ولی الان تو 1 ساعت و نیم داغ کرده. مثلا خیلی بازی رفته بالا، اکتیویژن داره خیلی میبره بالا کیفیت و خیلی داره همینجوری میبره بالا. و خلاصه بگم نصف از باگا برطرف شد، ولی هنوز اون بالای سیل هاوس هنوز اونجا دو رنگه و هنوز تغییری نکرده، مثل آسفالتی سر کوچمون. و هنوز اکتیویژن نتونسته تغییر. و من از اکتیویژن این سیزن راضی هم، قربونش برم، ولی فقط تنها مشکلی که داره چرا 117 رو برده، همین تنها مشکل این سیزن 117 که روز زمین برداشته نیست، نمیدونم چرا. خدافظ، مرسی تا آخر ویدیو نگاه کردی.